یه خورده داشت بلیط ما بریدیم دور. حالا این نفر نگیرن. نه اونو ولش کن. تمام ماستات کپک زده. چرا؟ زیاد درست می‌کنی یعنی نیاز نداشتی درست کردی. ببین الان کم خراب شده. ببین فقط رویش نیست این کامل همش خرابه. میریدم دور هم. اینا هم شده همه. ببین دوغ پرچرب محلی رو با این نعنا بر اینا وضعیت ماستایی هستش که از لبنیاتی سنتی گرفتیم. معمولا این روها رو جمع میکنه، کپک‌ها رو جمع میکنه، بقیه‌اش رو بخورده ملت میدن. کپک زده که اینا رو گذاشتم کنار که چی بشه. حالا جلو دست گذاشتی که. آره این ماست هم کپک زده، پر از کپکه. بی زحمت نار درا. آره. من دیگه همه جوره چیزم قره قروته؟ چه کثافتی این چیه؟ چه وضعیتیه؟ حالش به هم میخوره مرجوعی باشه پر کثافت و کپک و پنیر بوده توشون؟ نه گوشه اینها این پشه. ببین مردم یا اینجا ماست محلی بخرن که چی فکر میکنن اینا ارگانیک سالم سلامته ولی از لحاظ بهداشتی خودت نگاه کن چه وضعیتی داره.